انجام فوریه سال 2022 تخمینا ساعت‌های 02:43 دقیقه در حدود ایستگاه نقلیاتی شرکت سفر اوریون مشهور به نام تاکسی 1111 واقع در شهر بختر کوچه عینی دو عدد نقلیات سبکرو مسافرکشانی تمغه اوپل زفیره رقم قید دولتیش 1770 MM03 ارته به شهروند عبدالرحیموف اکمل ارکینوویچ ساکن نویه کوشونیان و تمغه اوپل ویکترا رقم قید دولتیش 2532 03 ارته به شهروند یوسفوف امید سید احمدویچ ساکن نویه وخش متعلق بود از جانب شخص نامعلوم با مقصد نیست و نابود کردن اموال آتش زده شد. برای آشکار کردن این جنایت وزنین گروه اپراتیوی تفتیشاتی سازمان داده شده سفربر کرده شد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی در حدود ولایت سوخت در گذرگاه سرحدی فاتح آباد ضمن فرار نمودن از حدود جمهوری و پنهان شدن از تفتیشات پیشکی گمانبر شده شهروند تیشایف اسرائیل زوهی جانویچ سال تولدش 1997 ملتش تاجیک زاده و استقامت کننده شهر بختر کوچه بهار خانه 223 اویلادار صاحب 3 فرزند پیش سود نشده است. سابق راننده شرکت سفر اوریون مشهور به تاکسی 3333 دستگیر شد و نسبتش با ماده 255 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبرده به حبس پیشکی گرفته شد. معین کرده شد که نامبرده جنایت مذکور را از حیثیت بدبینی و غرض شخصی نسبت راننده شرکت سفر اوریون مشهور با نام تاکسی 1111 صادر نموده است. هفتم فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 19:00 دقیقه راننده افت-ماشین بارکش تمغه کماز شریپوف محمدی سفارویچ سال تولدش 1965 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در راه ماشینگرد نویه رودکی به سمت شهر ایسار از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران خانکوف اعظم جان سال تولدش 1996 ساکن نویه رودکی را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخه‌ران خانکوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 24 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که ماه ایون سال 2021 جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش درآمده از او به مبلغ 70,000 سومانی مسئله ساختمانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.